امروز چه روزی بود؟ تولدت. خب تولد که میدونی یعنی چی که؟ خب چه فرق میاره تولد ایرانی با خارجی؟ باید چی کار کنی؟ نمیدونم. مثلا باید چی کار کنی؟ بعد نه باید بیای مثلا بیزو کنی مثلا اینا. بوست کردم میگه از اون بالا؟ ها؟ از اون بالا؟ پایین همین چند ساعت پیش اومدم یه بوست دادم. نه اول چجوری گفتی؟ کلا رسم و رسومات ایرانی باش چجوری تکاقی بگو ببینم. ماما گفتم تولد مبارک دیگه. خب حالا از تولد در مقوله تولد بگذاریم. کلا با رسم و رسومات ایرانی چجوری حال میکنی؟ چرا ازم میپرسی؟ میخوام بدونم. تولد ایرانی تا امروز؟ آره دیگه. فرق نمیکنه تولد ایرانی خارجی. مگه تو اصلا 21 مارس نیست تولدت؟ نه اون تو شناسنامه است. نمی‌دونستم. خب چی؟ میگم یعنی مثلا با مثلا رسم و رسومات ایرانی با ترادیشن ایرانی ما مگه تولدای ایرانی با خارجی فرق داره؟ نه فرق نداره. خب پس چی میگی؟ خب ولی میگم کلا مثلا با عیدمون و اینا حال میکنی؟ نه. میدونی عید نوروز چیه؟ میدونم چی میذارم ولی چیز نمیکنم خودم. چی نمیکنی؟ خودم سلیبره نمیکنم. اون وقت مثلا مثل چیز که رفتی کنسرت ابی چرا نیومدی؟ به خاطر اینکه ابی میبی حالیم نمیشه. چی حالیت میشه بس؟ آریانا گرانده، سلینا گومز، دریک، خارجی. فقط؟ خب ما اونا رو نمیفهمیم. خب منم شما نمیفهم. من ابی میبی نمیفهم. چطور من باید بفهمم شما نمیتونی بفهمید؟ چی رو؟ شما خواننده خارجی رو نمیفهمید ولی من که خواننده ایرانی رو نمیفهمم من باید بفهمم. شما لازم نیست بفهمید. خب تو ببین چطور من با شما آهنگ ایرانی هست باید بیام برقصم این خارجی میذارم شما نباید برقصید نه؟ خب اینایی که گفتی کیا هستن؟ معروف ترین خواننده های دنیا. میلیون برابر از ابی و لیلا فرویاتون معروف ترن. خب چی بگو یه بار ببینم کیا بودن؟ دریک، آریانا گرانده، سلینا گومز، آدل بود معروف ترین خواننده دی. خیلی حالا من یه ذره فکرام بکنم ببینم من میتونم یه خورده نگاه کنم.